با درود دیگر باره از قرارگاه مرکزی رادیو آزادی در جمهوری چخ شهر پراگ شالو گلخوجه هستم. چون همیشه در این لحظه ها بینندگان بنیهت عزیز رادیو آزادی در روبروی شما تا اینکه در چند دقیقه دیگر سرخط خبرهای تازه رو برای شما بگویم و یادتون نرود از اون که بعد از 33 ساعت دیگر ما با شما باز ملاقات داریم. این دفعه در برنامه خبری که همه روزه از روز دوشنبه تا روز جمعه تقدیم شما عزیزان می شود و در مدت 15 دقیقه خبر و گزارش های زیاد رو دارد و فکر میکنم که موضوع های گزارش های امروزی برنامه خبری برای شما چون هر روزه جالب خواهد بود. خب قبل از اون که با برنامه خبری بعد از 3 ساعت دیگر بپردازیم، من رو میارم به سرخط خبرها. نوبت به پزشکان و کشانه‌های حسن هم رسید. امروز وکیلان توجیک با وارد کردن تغییرات به بعضی قانون‌ها مجازات را برای سهلنگاری کارمندان طب، سرتراشخانه‌ها و آنهایی که با داروواری سر و کار دارند سخت کرد. من بعد اگر دکتران معیارهای طبی را رعایت نکنند، بیماران را به مریضی‌های سرایتی گرفتار نمایند، به مهلت طولانی پشت پنجره می‌روند. اصلاحات مخصوصاً به دندان پزشکان، کارمندان کشانه‌های حسن، سرتراشخانه و دیگر مرکزهای خدمت رسانی که میتوانند سبب گزارش بیماری‌های ویسپید و یا مرگ آدمان گردند داخل دارد. البته تفصیلات را در برنامه خبری برای شما میگوییم، ولی در ادامه همین موضوع جایز به تاکید است که اخیراً دفتر مطبوعات داستانی کل تاجیکستان جزئیات یک جلسه برای بررسی وضع اجرای قانون‌ها در بخش تندرستی را نشر کرد. به قبل این نهاد در این جلسه مقامات داستانی کل از استفاده غیر مقصدناک و از خودکنی و اسرافکاری مبلغ‌های بودجه، تمجویی و فساد در بخش تندرستی سخت انتقاد کرده آن را باعث تشویش و نگرانی خواندند. انتقاد دیگری داستانی کل از شرایط سانیتاری در بیمارستان‌های کشور بوده است که به باور مسئولین باعث پنجشنبه بیماری‌های سرایتی شده است. ضمناً در رده‌بندی امسال وزارت تندرستی نهادی از همه فساد زده در تاجیکستان اعلان شده است. مقامات آژانسی ضد فساد میگویند در 6 ماه اول امسال در بخش تندرستی 66 جنایت کورپسیونی اشکار شده است که نسبت به دیگر بخش‌ها از همه زیاد بوده است. مرزبانان روسیه از مهاجران توجیک که مرز این کشور را برای قانونی کردن بود و باششان عبور میکنند طلب دارند که ریششان را تراشند، وگرنه آنها را از مرز روسیه بیرون شدن و یا برعکس وارد گردیدن نمیگذارند. این است که مهاجران ریشدار در مکانهای دستشویی، عمارت‌های گذرگاه‌های مرزی نوبت پاییده پای هم ریشهایشان را پاکیزه می‌تراشند. این مسئله یکی از موضوعهایی است که در برنامه امروز اطراف آن صحبت می‌کنیم. برای همین هم برنامه خبری را حتما تماشا کنید. مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند نعیم جان سمیف، رهبر پیشین دفتر حزب ممنوع نهضت اسلامی در ولایت سوخت، از روسیه به تاجیکستان آورده شد و فعلا مورد پرسش مفتشان مقامات انتظامی قرار دارد. گفته می شود که نعیم جان سمیف در نیمه دوم روز سه‌شنبه با هواپیما به تاجیکستان انتقال یافت و فعلا در یکی از بازداشتگاه‌های موقتی شهر دوشنبه نگهداری می شود. پیوندان نعیم جان سمیف میگویند او را 1 دکبر در یکی از گذرگاه‌های شهر گروزنی دستگیر کرده به اداره پلیس ستاوروپول بردند. خب همکاران ما جزئیات این خبر را پیگیری دارند و در صورت اعلان شدن عیب به نسبت این نفر ما حتما شما را در برنامه خبری یا بعد از آن در نوید بامدادی آگاه خواهیم کرد. امروز در پایتخت آمریکا مراسم ویدو با پرزیدنت 41 این کشور برگزار می شود. جورج بوش کلونی 30 نوامبر در سن 94 سالگی از بیماری پارکینسون درگذشت. جورج بوش نظر به هر رئیس جمهور پیشین دیگر آمریکا عمر درازتر دید و جورج بوش کلونی 6 دکبر در ایالت تگزاس در کنار قبر همسرش باربارا بوش به خاک سپرده می شود. عسکری رفت و معیوب شد، اکنون از نفقه نیز محروم کردند. در برنامه امروز درباره تقدیر رقت‌آور یک جوان برایتان قصه میکنیم که همگی بعد 4 ماه خدمت حربی به بیمارخانه نظامی افتید و برای یک عمر از راه رفتن و حرف زدن ماند. والدین میگویند برای این فرزندشان 150 سومانی نفقه تعیین کرده بودند و ظاهرا از همین پول نوچیز هم آنها را محروم میکنند. در برنامه خبری در این باره معلوماتی بیشتر دریافت خواهید کرد و فکر میکنم این
гузориш ба масъулин ҳам беасар намемонад ва бо дидани навор дигар талаб намекунанд ки ин ҷавони маълулро барои ташхис ба идораи ҳифзи иҷтимоӣ биёранд. хуб бинандагони азиз, то шурӯи барномаи хабари тавре ҳам гуфтам мо 3 соати дигар дорем ва хабаргузоришҳои аз ин бештар ҳам дар дасти мо ҳаст ки мехоҳам дар ин барномаи хабарӣ тақдими шумо кунам ва боварӣ дорам ки чун ҳамеша дар барнома ҳамроҳи мо хоҳед буд. фаромӯш накунед дар озодӣ видео канали радиои озодӣ дар ютуб пахши мустақими барномаро метавонед бубинед ва ҳамин гуна дар www.ozodi.org вебсайти радиои озодӣ моро ҳатман тамошо кунед. то мулоқот баъд аз 3 соати дигар.